اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان و تمام شنوندگان عزیز برنامه های ما، امروز در روز جمعه مبارک، در روزی که عید هفته هست، باز همراه شما در برنامه خانوادگی آستانه هستم و امروز میخواهم کمی درباره ماه رمضان و این چنین عید آن که این ماه فقط ماه گرسنگی و تشنگی نیست. این ماه فقط انتظاری خوراک خوردن از صبح تا شام نیست، بلکه ماه تربیت نفس است، ماه ساختن وجدان پاکیزه و ساختن بدن صابر است. میخواهم همراهتان در این باب یک صحبت داشته باشم. و عزیزان همگان میدونیم که برای آمدن این ماه رحمت و این ماه مبارک خیلی روزهای با شمار آمده است. یک دو سه روز است که دیگر مهمان خانواده ما می شود. آن هم چه مهمانیه که خیلی زود می آید و زود می رود و خوش به حال کسانی که به قدر این مهمان رسیدند و برای خود حاصل از این ماه شریف مبارک برداشتند. و اینجا وقتی ما میگیم ماه رمضان میرسد، ماه مبارک روزه‌داری، بعضیا گمان میکنند که این ماه فقط عبارت است از گرسنگی و تشنگی و آماده کردن افطار و انتظار شدن نماز شام. گویا که پروردگار به گرسنگی ما نیاز داشته باشد یا به تشنگی ما نیاز داشته باشد که این ماه را برای ما فرض گردانید و میگویند پروردگار این رو فرض کرد ما باید گرسنه بمانیم، تشنه بمانیم. گویا که یعنی از روزه ما به پروردگار یگان فایده می رسیده باشد، در حالی که الله میگوید یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله الغنی الحمید. ای مردم، این شما هستید که محتاج الله هستید. در نزد الله شمایان بیچاره و کم دستید، ولی الله غنی است، بی نیاز است و حمید است، صاحب همه شکر و ستایش است. یعنی به عبادت شما چگونه که به نماز شما نیاز ندارد، به صدقات شما نیاز ندارد، و گرسنگی شما هم نیاز ندارد. شما اگر روزه میگیرید و پروردگار برای شما روزه را فرض کرد، این برای آنکه در روزه داری برای شما منفعت بزرگی هست. ماهی هست، فرصتی هست تا یک به خود بیایید، به قدر نعمتهای الله برسید و این چنین یک کم در گرسنگی فقرا شریک باشید. برای همین وقت در سوره بقره درباره روزه‌داری الله صحبت میکند، میگوید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. برای شمایان ما روزه رو فرض گردانیدیم، چگونه ای که برای امتان پیشتره هم فرض کرده بودیم. چرا؟ لعلکم تتقون، شاید که شما در روزه گرفتن از اهل تقوا گردید، پرهیزگار گردید و پروردگار نزدیک شوید. ببینید پروردگار در این آیت میگوید سبب فرض گردانیدن من برای شما روزه‌داری که شما باید از صبح تا شام نخورید و ننوشید و دیگر به همسر نزدیکی نکنید، این است که شاید که شما از جمله پرهیزگاران گردید. پس اینجا یک مسلمانی اصیل، آنی که میگوید روزه برای ما فرض هست و باید من انجام بدهم، بداند که غرض از روزه گرفتن فقط گرسنگی و تشنگی نیست. تو روزه میگیری تا اینکه با روزه از اهل تقوا گردی. پس چگونه ما میتوانیم درس پرهیزگاری و درس تقوا را در این ماه مبارک رمضان به خود گیریم؟ اولا ببینید، ماه رمضان وقتی انسان از صبح تا شام گرسنه هست و نزدیکی شام، علل خصوص در اماکنی که روزها دراز هستند و تا 20 ساعت و 18 ساعت انسان روزه میگیرد و نزدیکی افطار دیگر قوت یافته مدار در جسمت نمیماند، یقین میکنی اگر از اهل خیرت باشی چقدر بنده ضعیف هستی، چقدر محتاج هستی. در برابر یک پاره نان و یک جام آب
یا یک پیاله آب، تو دیگر اینقدر ضعیف هستی که بدون یک پیاله آب دیگر نه قوت داری، نه مداری برای گپ زدن داری، نه دیگر بجز در ذهن تو خوراک شام یا چی میخورده باشم چیزی دیگر نیست. یعنی روزداری و گرسنگی و انتظاری افطار برای انسان درک میدهد که تو چقدر ناتوانی، چقدر محتاج هستی. تو اصلا بدون خوراک هیچ چیز هستی. پس اینقدر نباید از اهل تکبر باشی. چیز دیگر مسئله صبر است عزیزان. روزه برای ما خیلی و خیلی صبر را یاد میدهد. انسان هایی هستند که 2 ساعت بعد باید چیزی بخورند. انسان هایی هستند که در یک روز یک چند بار در فکر چی خوردن و چی نوشیدن هستند. اما روزه به ما درک میدهد که می شود انسان تا 20 ساعت تشنه بماند، می توانی تا 20 ساعت گرسنه بمانی. پس در روزه ما می توانیم جسم خود را خوبتر شناسیم که در برابر بعضی گرسنگی ها، بعضی مشقت ها روزه را به یاد آوریم که من این همه ساعت ها رو می توانستم گرسنه بمانم، چرا برای 1 ساعت و 2 ساعت دیگر صبر نکنم. چیزی دیگر این به قدر نعمت رسیدن است که در درس کودکا به کودکا هم همیشه همین چیز رو خاطر رسان میکنم. چقدر انسان هایی هستند که عادی ترین خوراک رو هرگز با خوشی و خرسندی قبول نمیکنند. این چی پخته هستی، چی هستی، نمیخواهم، نمیخورم. اما انسان روزدار کافیست برایش یک برده نان گندم بدهند، فقط در آرزوی یک پاره نان هم او از صبح تا شام انتظار میماند. پس روزه سبب شود که ما به قدر نعمت ها برسیم، به قدر پاره نان برسیم که اینقدر ناشکری میکنیم که چرا من فقط نان میخوردم، یا به قدر یک پیاله آب برسیم که مگر در خانه بجز آب چیزی دیگری نیست میگویند، یا یک خوراک عادی. پس اینجا این همه درس ها هست در گرسنگی که خیلی کم هستند انسان هایی که بعد از رمضان دیگر به خوردن خود، به نفس خود حاکم باشند. بعد از رمضان به قدر پارچه های خوردک نان برسند. بعد از رمضان برای چرا خوراک دیر شد یا چرا امروز من زیادتر گرسنه هستم گویان دیگر به این چیزها صبر کنند که رمضان برای آنها درس درباره صبر کردن و درباره حاکمیت به نفس خوردن داده باشد. مسئله دیگر عزیزان، مسئله خیلی و خیلی محدود، یعنی یک مدت معین و این چنین مبارک بودن و پرفیض بودن است. یعنی الله درباره ماه رمضان میگوید ایام معدودت، روزهای با شمار، روزهای زیاد نه، روزهای با شمار. به قدر روزهای با شمار رمضان باید هر یک مسلمان برسد. اینجا انسانهایی هستند و عجیبش زیادی دولت‌های عرب در ماه رمضان اساساً تمام نمودهای سریال‌های خود را، فیلم‌های خود را نمایش می‌دهند، گویا که لشکران شیطان باشند که تمام سال، یعنی تقریباً 2 ماه پیش از رمضان الکی شروع میکنند به رکلام کردن که در ماه رمضان انا این برنامه‌های تفریحی یا انا این سریال‌ها رو به شمایان ما نمایش می‌دهیم. فقط گویا که وقت مردم را، رمضان مردم را، فرصت مردم را مقصد دزدیدن باشد. چه ام بی سی باشد، چه دیگر کانال‌هایشان. در مصر بنده شاهد بودم که یک چند همسایه ها روزدار هستند اما تمام روز تا 3-4 سریال ها تماشا میکنند که این سریال ها فقط در ماه رمضان است، در دیگر وقت ها نه. ببینید که ایام معدودت، یعنی این یک فرصتی که روزهای با شمار است، دیگر به دست تو 1 سال نمی آید و الله میداند تا سال آینده تو هستی نیستی، سال آینده همین فرصت به تو نصیب می شود یا نه. نباید یک زن مسلمان، یک عائله مسلمان در تماشا کردن سریال ها سپری کند. سریال هایی که بجز خیال بافی، بعضیشان بجز آموزشی بد اخلاقی چیز دیگری به ما نمیدهند. و این چنین انسان هایی هستند که گویا هدف از رمضان فقط خوردن باشد، تا 4 ساعت و 5 ساعت برای افطار آمادگی میبینند، تا 4 ساعت و 5 ساعت برای افطار آمادگی میبینند. گویا که رمضان ماه خوردن است. و عجیبش باره در یکی از اخبارهای
کدام کشوری عرب بود، خلیج بود، خوانده بودم که چیکار کنیم تا در رمضان فربه نشویم. یعنی این گونه در رمضان زیاد میخورند بعضی انسان ها که چیکار کنیم در رمضان فربه نشویم. پس این ماه ماهی خوردن نیست، این ماه ماهی به قدر نعمت رسیدن است. این ماه ماهی دانستن قدر فرصت ها و دقیقه ها حتی ثانیه ها می باشد. برای همین پیدا نمیکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم با جز خرما چه خوراکه هایی را برای خود یا همسرانشان برای افطار آماده میکردند و چی ها میخوردند. آره هست در رمضان چگونه پایبند عبادت بودند، اما چگونه پایبند کدام خوراک بودند و سحرخوری بودند هرگز پیدا نمیکنید. و عجیبش یعنی انسان هایی که این ماه را به جای روزه و گرسنگی ماهی خوردن برای خود قرار دادن و همیشه فکرشان یک ماه و 2 ماه پیش از پی خرید هست. آره بخورید، کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، بخورید و بنوشید و اسراف نکنید، اما تا اندازه اینه که این ماه همش در فکر دسترخوان باشیم و در فکر 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت آماده کردن خوراک باشیم و نه ذکر داشته باشیم، نه دعا و نه چیز دیگر. و مسئله گفتیم ایام معدودت یعنی روزهای با شمار بودنش این است که هر یک فرصتش غنیمت است. هر یک فرصت این ماه را با ذکر و با دعا و با نمازهای نافله باید یک مسلمان سپری کند، نه اینکه ساعتها در نزد یوتیوب و تلویزیون نشسته سریال تماشا کند، یا اینکه نوارهایی که تماما به درد او نمیخورد و هنوز هم نخورده بود از پی تماشای نوارها باشد، یا اینکه از پی خریدهای از حد زیاد و تو علل خصوص خانم ها زن ها از پی 3 ساعت و 4 ساعت آماده کردن خوراک باشد. نه، بلکه برنامه برای عبادت باشد، چون عبادت هایی که در ماه رمضان یک نفر مسلمان میکند اجر و ثوابش قدرش هرگز برابر دیگر ماه ها نیست، چون این ماه از ماه‌های برگزیده الله می باشد که پیامبر میگویند ببینید که ماه رمضان به نزد شما آمد، ماهی که درهای رحمت پروردگار، درهای جنت باز است و درهای دوزخ در این ماه بسته شدند. و چیز دیگر عزیزان، مسئله هست که بعضی روزه میگیرند، برابر روزه گرفتن تمام روز با عصبانیت روز را میگذرانند. عروسی هست یا گفته مادری هست روزدار است، تمام روز فرزندان خود را یا دشنام میکند یا از پی دعای بد است. خوشدامنی هست تمام روز از پی پیچینگ کردن بالای عروسش هست و آزار دادن او. بعضی مردهایی هستند من روزدار هستم گویان تماما در آنها تبسم دیده نمی شود که شکم آنها گرسنه و گفتی خودمان عصبشان ویران، دیگر آنها طاقت شنیدن او و بیرو هم ندارند. و بعضی ها بر علاوه من یا با گرسنه نکاو یا با مانده نکاو، یعنی من گرسنه هستم و من همه چیز برای من جایز است، در ماه رمضان بجز مردم آزاری بجز عیب جویی یعنی در داخل خانه دیگر کاری ندارند. بعضی صاحب کارها هم یا نفرانی که کار میکنن علل خصوص اگر کارگر داشته باشند میبینید که یک اخلاق بد، یک مناسبتی بد. چرا؟ برای کی روزه داشته ایستاده ای؟ در ما حدیث در صحیح بخاری هست، حدیثی که ابو هریره روایت میکنند، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من لم یدع قول الزور والعمل به والجهل فلیس لله حاجة ان یدع طعامه و شرابه. کسی که بد زبانی رو بس نمی کند و این چونین عمل کردن به باطل و یعنی جاهلیت و هر کاری که از جاهلیت هست و عذاب دادن و اذیت دیگران هست، الله نیاز ندارد به گرسنگی و به تشنگی وی. وقتی تو بد زبانی خود رو کنار نمیگذاری، طعام و یعنی خوردن و نوشیدن خود رو یک کنار گذاشتی، برای الله یگان در این خوردن نخوردن و ننوشیدن تو در نزد الله ثواب وجود ندارد. ببینید که پس من روزه دارم گویان وقتی مردم به بد زبانی آواره هست، به دشنام است، علل خصوص مادرها کودکان را به این و به آن میزنند و دشنام میکنند بعضی ها، یا بعضی مادران عزیز که سن سالشان بالا است خوشدامنها تمام روز عیب گفتن برای عروس، یا بعضی زنها تمام روز فکر از این که من چه خیل کنم در خانه یک جنگ شود، کار شود، یا به عصبی شوهر رسیدن، یا بعضی مردها
وقتی شما بدزبانی خود رو در داخل خانه باشید هم در خارج خانه باشید هم بس نکردید، برای پروردگار از آن روزه شما چی ثواب پروردگار برای شما میدهد. یعنی از یک طرف گرسنه هستی، از یک طرف مردم آزاری، دل آزاری و اول شده اهل بیت خود را. و عیناً همین گونه نفرانی که زیر دست دارند و کارگر دارند، وقتی من روزه دار هستم، من شکمم گرسنه بود، دیگر اعصابم هم خراب گویم، وقتی بالای کارگرها داد و فغان میزنند، بدونید که از این روزه شما نه فایده هست، نه ثوابی هست، نه برکتی هست. پس این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم دلیل باشد برای مادران، برای پدران، برای خشتامن و برای همه انسان ها که مایان برابری کنترل کردن یا حاکمیت کردن و معده خود که هرچی نمیخوریم، بالای زبان خود هم باید حاکمیت داشته باشیم که هرچی نمیگوییم. این ماه رحمت پروردگار است. این ماه هست برای تربیت دادن خودتون، تربیه نفس، که ما باید خود را بسازیم، خود را تربیت کنیم، چه از در مسئله خوردن باشد، چه در مسئله کردن و گفتن باشد، که بعد از این ماه هم تاثیر این عملها در ما بماند. اما برعکس این رفت و مشغول فقط بدزبانی و حقارت و دشنام بودید و باز هم روزه دار هستید، یقین بدانید که نفرت مخلوقات است برای نفری که از یک طرف عبادت انجام میدهد، از یک طرف مردم آزار است و دیگران رو آزار میدهد. و مسئله دیگر اینجا گفتیم این ما فرصتی هست، ایام معدودت، روزهایی با شمار، دقیقه های با شمار که هنوز نآمده. من گمان میکنم دارد میرود که برای رفتنش یکم غم‌آلود هم هستم. یعنی خیلی یک نفر رو وقتی دوست می‌دارید هنوز ناآمده رفتن او رو فکر میکنید، گویا که ماه رمضان هم هنوز ناآمده، گویا میرفته باشد. یک احساس عجیبی هست اینجا. پس گفتیم سریال تماشا نکنید در همین ماه، در همین ماه قدر بدزبانی نکنید، خریدها رو هم یکسو مانید. این ماه خرید نیست، این ماه خرید نیست، ماه عبادت است. گفتیم گروه های واتساپ و گروه های چقچقی که 3 ساعت و 4 ساعت در آنجا گپ های بیهوده هست، اون رو هم کنار گذارید تا میتوانید. حتی نگاه کنید پیامبر صلی الله علیه و سلم در سالی که وفات کردن 20 روز در اعتکاف بودن و در همین ماه پیامبر صلی الله علیه و سلم 10 روز تمامی همسران خود را ترک میکردند، خانه خود را ترک میکردند، در گوشه از مسجد اعتکاف می نشستند. و این گونه اعتکاف نشستن و 10 روز کل دنیا رو با اهلش ترک کردن و فقط در مسجد نشستن، نماز خواندن و تسبیح گردانیدن و قرآن خواندن، فقط در همین ماه بود، چون این ماه فرصت است. پس ما که یعنی تقریبا نفرانی که کل دنیا رو ترک کرده رفته اعتکاف می نشینند در مسلمان ها کم است. حتی اقل یعنی عادت های هر روزه که وقتی ما رو می گیرد، زمانی ما رو می گیرد، آنها رو ترک کنیم، آنها رو ترک کنیم. اگر اعتکاف نشسته نمی توانید، بعضی کارهایی که یقین انسان میداند که برای او هیچ فایده ندارد، آنها رو ترک کنیم، برای اینکه این فرصت دیگر نمی آید و نظیر هم ندارد تا سال آینده پروردگار میداند. پس چی کار کنیم که ما اگر همه این کارها رو نکنیم به چی مشغول شویم؟ آره، سوالی خیلی عجیب است. پیش از همه مدتی که بنده در نصف عمرم تقریبا در مهاجرت هستم و شکر پروردگار یگانه که نعمت هجرت رو به ما نصیب گردانید. و چگونه که بعضی ها میگن شما بیچاره هستید و شما چی میگن، شما غریب هستید و بی وطن هستید. شکر پروردگار که اگرچه برای وطن بسوزیم هم، اما درس های در هجرت شخصا بنده گرفتم که شاید در داخل تاجیکستان هرگز برایم نصیب نمیشد. یعنی فرصتی بود برای تعلیم و فرصتی بود برای شناسایی با مردم. مدتی که در بیرون و در کشورهای مسلمانشین همیشه عمر خود را گذرانیدم، یک عنعنه یا یک عادت عجیبی دارم. در مصر هم هست، در ترکیه هم هست، در دولت‌های خلیج هم هست، حتی در مردمی قشاق و کمبغل یمن و سوریه جنگ زده هم هست. در ماه رمضان فکر یک عائله برابر شکم خود را سیر کردن بر شکم دیگری را سیر کردن است. یک نفر را افطار بدهیم،
کسی رو سیر کنیم، حتی خام باشد هم. و عجیبش تمامی آشخانه ها، یا گفتیم تمامی آشخانه رو باز ما چی میگوییم؟ مهمانخانه میگوییم، طعامخانه میگوییم. تمامی آشخانه ها از پی افطار تیار کردن و رایگان به پول به مردم تقسیم کردن است. علاوه نفرانی که در مصر بودن این رو میدونن و تمامی آشخانه ها می نویسند که در ماه رمضان 3 روز اینجا افطار است. و در کوچه های ترکیه، در استانبول نفرانی که اومدن میبینند، در کوچه های امارات و دیگر کشورهای عرب میبینید و کوچه ها نوشته است سفره خیریه، یعنی دسترخوان رحمانی، سفره رحمانی، همه بیایید به پول افطار کنید. یعنی عائله هایی هستند که فکرشون همین که این ماه رو با کدام خیر و با کدام ثواب گذرانیم. و عجیب است، یک اولادی کلان، یک عائله کلان یک جا میشوند، یا پکت های خام تقسیم میکنند، یا اینکه در کوچه ها، در ما که ما فقط روزه گشایان گویان به خانه جیغ میزنیم مردم رو، که این هم خیلی ثواب بزرگ دارد. اما در اینها وقتی نوشته شده است که تو کی هستی، خودی هستی یا بیگانه هستی، اینجا دسترخوان یا سفره رحمانی هست، بیا و افطار بکن. خیلی یک برکت و فیض عجیبی دارد. یعنی یک احساس ایدانه، یک تعاون و همدردی و همکاری و جستن ثواب با این یک راهی که مردم هم دیگر خودشان فقط سفره رحمانی و دسترخوان رحمانی رو میخوانید، دیگر یک و یک باره باز یقین پیدا میکنید که چقدر دین ما دین زیباست، چقدر چیزهای زیبایی دارد که در بسیار کشورهای مسلمان از بین رفته است. پس می توانیم با این گونه راه ها، با سیر کردن یک روزدار و در بعضی کشورها مثلا به پایست ها یا به قطاره یا در داخل اتوبوس ها وقتی که نزدیکی افطار می شوند، یک نفر دو نفر به مردم آب خرما میدهد یا خوراک میدهد، در حالی که در حج در مکه و مدینه نه، در کشورهای فقیر افریقا مثل سومال و سودان حتی میبینید که وقتی شام یگان روزداری رو سیر کننگویان در دست خوراک با کودکش یک مادر یا پدر در کوچه ها دور میزند. یعنی چقدر سنت های زیبا هست، چقدر چیزهایی است که هم ثوابی بزرگ دارد، هم یک روحیه کمک کردن به دیگران رو در مردم می افزاید. پس می توانیم ما این گونه سنت ها یا بهترین عنعنه هایی که ثوابی بزرگ دارد، حتی اقل با همسایه های خود، با خویش و تبار خود، در کجای نباشد از این گونه سنت ها رو زنده کنیم. و چیزی دیگر، در ما حدیث عبدالله بن عباس است که پیامبر صلی الله علیه و سلم خیر و سخاوتی که در این ماه میکردن در یگان ماه نمیکردن، مثل نسیمی فراگیره بودن که خیرشون به همه میرسید، به همه میرسید، در حالی که میدونیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در کدام خانه زندگی کردن و از کدام نان خوردن و چگونه حیات داشتن. اما در ماه رمضان خیر و سخاوتشان تماما فراگیر بود. پس این ماه فقط ماه دادن زکات فطر نباشد و روی هر یک خواهر مسلمان که الکی از یکم رمضان چی میخرم برای عید و چگونه یک دسترخوانی خیلی بزرگی با حشمتی پر از 1001 نمود خوراک آماده میکنم، در فکر هر یک خواهر مسلمان، هر یک برادر مسلمان باشد که هر روز یک مقدار من باید خیر داشته باشم. حتمی نیست به یک نفری، به شاید یک همسایه، یک دوستت، یک خویش و تبارت، شاید پدر و مادرت حتی باشد محتاج است. یعنی این سنت هم یکی که هر روز ما یک خیر داشته باشیم. تصور کنید یک مسلمان یک نفر رو سیر کنم هر روز و کسی هر روز یک مقدار خیر کنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم که شب و روز رو در مسجد میگذرانیدن، من بعضی ساعت ها رو در مسجد بگذرانم. اگر این گونه برای خود یک برنامه رمضانی آماده کردیم، ببینید که رمضان ما چقدر با فیض می شود، چقدر با برکت می شود. و خیلی گفتم این فرصت ها دیگر مدت 1 سال به ما نمی آید و تا سال آینده الله خودش می داند که چی می بینیم و چی نمی بینیم. و مسئله شبهای رمضان عزیزان، مسئله شبهای رمضان که پیامبر صلی الله علیه و سلم با بیدارخوابی در مسجد می گذرانیدند، عجیبش این است که بعضی از مردم شبهای رمضان را مثل شبهای عادی گمان میکنند. از صبح تا شام کار بیرون و
بعد از شام خوراک را خوردن خواب، صبح هم سحرخوری یا بدون سحرخوری به کار روانه می شوند. یعنی از برکت شبهای رمضان خیلی کم و کم برخوردار می شوند یا با نصیب می شوند. در حالی که عزیزان این ماهی هست که شبهایش مثل شبهای بقیه ماها نیست، ساعتهایش مثل ساعتهای بقیه ماها نیست. یعنی فرصت خیلی بزرگ است. برای همین یک نفر مسلمان کاش تمام سال برای خود یک برنامه‌ریزی میکرد که من همین راه رو شب و روزش رو با عبادت میگذرانم، شبهایش رو با ذکر و با دعا و با خلوت به پروردگار. در مسجد اگر فرصت نیست، در مسجد نه، در کنج از خانه خود که برایم مسجد کنم و روزهایش رو اگر یک مقدار قیلوله و خواب روزانه داشته باشم، هم روزهایش رو هم با دیگر عبادت ها. ببینید نفرانی که این ماه رو کلا به کار میگذرانند، گویا که اگر یک ماه کار نکردیم کلا حیات ما خراب می شود. و خوش به حال نفرانی که در این ماه برای خود یک فرصت برای استراحت، اون هم استراحت اینه که فقط خواب کنید، فرصت برای کار کردن فقط به پروردگار، یعنی کارگر شدن فقط به رب العالمین که من این ماه فقط در عبادت تو سپری میکنم، در روز نیاز با تو سپری میکنم، چون این ماهی هست که تو دیگر ماه ها رو مثل این ماه قدر نکرده ای. و بعضی ها به عمره می روند. کسایی که به عمره رفته نمیتوانند که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند عمره کردن در ماه رمضان مثل حج کردن با من است، یعنی با پیامبر صلی الله علیه و سلم حج دارد. اما کسایی که عمره کردن نمیتوانند، حد اقل در همین ماه برای خود از کار و از همه بستگی های دنیا یک فرصت را جدا کنند، برای آنکه این ماه خیلی گفتیم برکتی که دارد در دیگر ماه ها نیست. دعاهایی که در شبهای رمضان علل خصوص در شبهای دهه آخر و در شبهای قدر طاقه آخر اجابت می شود، در دیگر شبها اجابت نمی شود. آن شبها را ما دیگر پیدا کرده نمی توانیم. و برای همین وقت در سوره بقره الله درباره ماه رمضان صحبت میکند، در پایانش میگوید و اذا سألك عبادی انی فانی قریب. پس وقتی بنده هایم از من بپرسند که پروردگار کجاست، چگونه او را پیدا کنیم، فانی قریب، آنها بگو من نزدیک هستم، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وقتی دعا میکنم من دعای آنها را اجابت میکنم. و یک پس از آیت های روزداری پروردگار این آیت رو ذکر میکند که یک کنایه هست، یک اشاره هست برای ما که در رمضان زیادتر دعا کنید، در رمضان زیادتر دعا کنید، در رمضان زیادتر حاجات و مناجات خود را به سوی پروردگار ببرید. اما اونهایی که میگن نه نه کل زندگی من از دست می رود اگر من این ماه رو کار نکنم، حداقل 10 روزش رو، 10 روز آخرش رو که بهترین 10 روز در دنیا هست، یعنی در بقیه روزهای دنیا هست، حداقل 10 روز آخر رو برای خود ملخصی گیرید یا گفتیم برای خود اجازت بگیرید و در این روزها شب و روزش رو با عبادت سپری کنید، چون دیگر این 10 روز تا سال آینده نمی آید. و در مسئله رمضان، یعنی بعضی نفرها هستند چه خیلی گفتیم خیلی انسان در حیرت میموند، رمضان از غیر رمضان برایشان فرق نمی کند. چگونه که در غیر رمضان همیشه از پای دنیا و دوادوی هستند، در رمضان هم همین، فقط اینکه گرسنه هستند، فقط اینکه روزش گرسنه هستند. دیگر وی در ساعت 10 شب خواب و 5 سحر بیدار مثل همیشه. در حالی که در ما پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگیشان، کار و بارشان در رمضان تغییر می‌یافت. صحابه ها رضی الله عنهم اجمعین طول 6 ماه انتظار رمضان می شدند که ما چگونه عبادت میکنیم، چگونه یک برنامه داشته باشیم، چی کار کنیم که هر یک لحظه این ماه با ثواب گذرد، هر یک لحظه این ماه فرصتش رو ما بدونیم. پس اینجا باز برمیگردم به جامعه ما که چقدر بعد از آمدن شوروی، هرگز نمیگویم عیب در مردم است، هرگز این رو نه، عیب در حکومتی به خدای کمونیستی شوروی هست که وقتی سر مردم آمد دیگر این فرصت ها رو از مردم گرفت،
به میدان پخته در رمضان و غیر رمضان می روی. به کارهای کلخاز و فابریکه در رمضان و غیر رمضان می روی. مکتب و دانشگاه ها فرق ندارد رمضان و غیر رمضان. در حالی که تقریبا در اکثریت دولت های مسلمان دنیا همین یک ماه رمضان حتی ریجه یا گفتیم جدولی کاری مردم تغییر می یابد. مکتب ها ساعت های درسی کم می شود. ساعت های کاری بانک ها، حتی بانک های دولتی که با دیگر کل جهان رابطه دارند فرق می کند. ساعت هایش کم می شود. حتی در کوچه ها گمان می کنی که دیگر مردم همه به جای رفتن که اتوبوس و دیگر ایستگاه ها خالی می شود. یعنی اکثریت دولت های دنیا ماه رمضان را برای خود ماهی عبادت قرار دادن و میگویند در همین ماه هرچی کمتر به کار دنیا مشغول هستیم و هرچی زیادتر به کار آخرت. و از این کسی غم بغل نشد. هرگز دولت های مثل که شوروی برای ما از ازبکستان و قرقیزستان و تاجیکستان ساخت که ما رمضان رو از غیر رمضان در کارم فرق نمی کنیم و در مناسبت اخلاق، هرگز آنها از تاجیکستان غم بغلتر نشدند. برعکس دیده ایستادید برکت در کجا هست؟ برکت در کجا است؟ قناعت در کجا است؟ آرامش در کجا است؟ برای همین اویله های مسلمان، خواهران عزیز، برادران عزیزی، هموطن، همزبان، باید بدانیم که فرصت های این ماه دیگر به دست ما نمی آید. برای خود یک اجازه یک ماه بگیرید. کل دنیا را ترک کنید. سفر کنید به نزد رب العالمین با عبادت، با ذکر، با دعا و یقین بدانید که همین ماه سبب برکت زندگی یک ساله شما می شود. از پول شما کم نمی شود. در سوره طه الله می گوید و امر اهلک بالصلاة فاستبر علیها. اهل خانواده خود را به نماز دعوت بکن، امر بکن، بفرما و خودت هم صبر کن، با صبر باش، همیشه صبر کن و پا به نماز باش. در دوامش میگوید لا نسألک رزقا نحن نرزقک. ما از تو هیچ رزق، پول، چیز طلب نمی کنیم. این ما هستیم که تو را رزق می دهیم. یک باره بعد از عبادت پروردگار به عهده خود رزق بنده را میگیرد. این فقط به پیامبر نیست صلی الله علیه و سلم، به کل امت است. تو مدت را از عمر خود جدا کن برای عبادت پروردگار و یقین بدار که همون مدتی که برای پروردگار جدا کردی، پروردگار رزق تو را ضایع نمی کند. همون پولهایی که تمام سال کار کردی چند برابر به دست تو با برکتش می آید و کم نمی شود. پس عزیزان، این ماه عبادت است، ماهی نزدیکی به پروردگار، ماهی تغییر دادن قلب ها، تغییر دادن زبان، تغییر دادن کلی جسم و وجدان و تغییر دادن معده هست که از پرخوری هم باید دست کشیم و صبر و کم خوردن و به بعضی خوراک‌های ساده و ارزانتر عادت کنیم. این ماه رو فرصتش رو بدانیم و یقین بدانیم که این وعده الله هست که کسی که کار دنیا رو به خاطر الله مدت ترک کرد، مدتش وجود ندارد، پروردگار بهتر و بهترش رو برای او نصیب میکند. این بود برنامه امروزه من همراه شما. بعد از اینکه تقریبا ما یک ماه رمضان مبارک رو داریم، خیلی کوشش میکنم موضوعهای ما موضوعهای رمضانی باشد و چیزهایی که درباره رمضان شاید بدانید، شاید ندانید، ولی بنده مهم دانستم برای رسانیدن انشالله با شما در میان میگذارم، با امید آن که رمضان من شما را پروردگار قبول بکند و رمضان آمده ایستاده رمضان باشد که کل حیات ما را، کل آینده ما را تبدیل به بهترین و با برکت ترین بگرداند. تا برنامه های دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.